و همون خاطر عزیزای دل من باز مراجعت من همیه که هر خیل سایت ها دا پیوست نشیم، هر خیل انسان ها دا باور نکنیم، هر خیل انسان ها را امر معروف هاش گوش نکنیم. ما دا بسه حاجی میرزا داریم، ایشون نوریدین داریم، داملا عبدالرحیم داریم، اینقدر واعظای حق رسان داریم، برای ما همیا کفایت کننده هستن. ما دیگه به هیچ کس بگیم احتیاج نداریم. فریب هر کس هم عزیزای دل من نخرین. الحمدلله رب العالمین این تاجیکستان ما و شما بسیار داملاهای دارن که گوش کن، این های جنت، این های دوزخ، اینا مطلعات کنکریت نمیگم جد کی جوای یک آدم شش هفت باشه قانون کنه و رسوی در هفتاد کنه و یک روزی سویلگر حق نکنه. این چی مذهب دین است؟ الله خفا شدن این یقین بودم که اون مردم میگن خدا داده باش خدا نمیگه. ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. خدا را در خواب دیدن، خدا با انسان هم صحبت کردن حق است و راست است. بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر را گفت هی مردم من در بالا خدایم، در خانه تون پدر و مادر ای خدا. میکرد میگوز یک بچه که خورد در تیاره همراه ما بود دیگه آمد مرا میگه دقیقه آورده بود آمد پیش من مرا میگه انکل how are you؟ من گفتم fine how are you؟ اردو جنتی من گفتم ولی انگلیش من خود بچه یک بود انگلیسی را میاد داشت اردو را میاد داشت باز کردم من چی کجا میری چطور چرا هست باز من خواستم که اگه میشه بچه یک هوشیار است همین مسلمان شوم. برش گفتم که بیتا گفتم شما چرا گوشت گاو نمیخورین؟ الله خالق آسمان ها و زمین بر ما شما گوشت خلق کرده که ذبح بکنیم بخوریم. همین قسم مرغ میکشیم مرغ میخوریم، همین قسم گوسفند میکشیم میگم. این بچه یک به تشویش افتاد بعد گفت راستی گفت چرا نمیخوریم؟ رفت پیش پدرش مادرش پشت سر بود بعد گفت که چرا ما گاو نمیخوریم؟ این چی یک به عقلی نیست؟ اون مادرش آمد برش پدرش برش گفت که گاو که هست مادر از شیر میته، مادرم که از کشته گوشت خورده گفت مادر ماست. پسی بچه آمد بر من گفت که انکل، من گفتم چه؟ گفت که بابوجی نه کہا که یہ تو ماں کی میٹ کی کوئی نہیں کھاتے گوشت گاو کس نمیخوره. من گفتم نرش بخو بابته. گوای چوچه داره گفتم ما هم نمیکشیم نگاه میکنیم که چوچه بتا شیر بده. پدرش گفتم برو از پدرت پرسان که بگال اوخ مادرم است ولی دیگهش پدرم است که نخورمش ایده بخوری. یک رفت اونجا بردکه از گفت که پیچو من دیگه نر پیشه تو که عقیدت خراب میکنن. چطور میکنن چرا میکنن این حالا الله متعال چی میگه اتخذوا گرفتنی مردم کی را؟ احبار خدا و رهبان خدا و راهبای خدا ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. چرا اینایی کار کردن یا الله؟ میگه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. یا از این مولای درباری دلار پرست پیسه پرست از این پیروی میکنن، از این پیرای شکم پرست پیروی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که احبار و رهبان و پیروایشان میخواین که نور الله را با زبانهای خود بند بکنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. لکن الله ابا میورزه مگر این که نور خدا چی کنه؟ تکمیل بکنه. در هر عصر برای هر فرعون یک موسی هست، برای هر باطل پرست یک حق پرست هست، برای هر در مقابل هر دروغگو یک کس راستگو هست، در مقابل هر احبار و رهبان یک عالم ربانی هست که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه.
و در قصه مرگ هم نمی باشه، به خاطر ازی که مرگ چی هست؟ الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میه. از که بعد از مرگ رسوا باشی، شرمنده باشی، اول ملائکه بیای زنجیرها رو در گردنت پرته که ای عالم خبیثه که تو به نام عالم دین مردم عقیده غلط دادی، ای پیر خبیثه که به خاطر نفس خود جوانا را منحرف ساختی، به این خاطر آل دیگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. زنجیر بسته میشه، زنجیرهای آتشی در دان از این عالم انداخته میشه و الله متعال برش میگه خذوه، بگیرین اینا را، فغلوه، خوب اینا رو در زنجیرها در دست و کمر و پای و گردنش پرتین، ثم الجحیم صلوه، بازی رو ببرین در آتش دوزخ پرتین. چرا؟ ای به خاطر با این نام و لقبی که داشت جوانا را بازی میداد. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. الله متعال از حالت انسان حفظ بکنه که الله متعال به انه کان لا یؤمن بالله العظیم. يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا